بسم الله الرحمن الرحیم. 2 کاله په تیریدو دي خو اسلامي امارت چې له کله پر هیواد واکمن سوی هر وخت دا یادونه کوي چې موږ د نړۍ سره ښې اړیکې غواړو په شمول د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونه. دا چې ګاونډیان ولې کله ناکله پر افغان خاوره تورونه پورې کوي په شمول د پاکستان، ایران او هلته افغان کډوال ځورول کیږي. د کډوالو موضوع په دې وروستیو کې ډېر زور اخیستی. هلته په پاکستان کې کډوال ځورول کیږي، د کډوالو په نوم پیسې د دې څخه اخیستل کیږي په شمول د ایران. د دې لپاره څه کول پکار دي؟ اوسنی حکومت باید څه وکړي؟ ګاونډیان باید څه وکړي؟ څه ډول رول باید ادا سي د اوسنی حکومت لخوا؟ نن پر همدې موضوع او یو شمېر نورو موضوعاتو د سیمې سره پر اړیکو بحث کوو. ولې اسلامي امارت په رسمیت نه سره نه پیژندل کیږي؟ ستونزه چیرته ده؟ راسره خپرونه کې قدرمن میلمه ډاکټر محمد زلمی افغانیار پوپل د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر میلمه دی. نن به پر بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو. افغانیار صاحب محترم په خیر است؟ ډېره مننه. په دې وروستیو کې د پاکستان په شمول د ایران سره افغانستان ولسونه هلته چې کوم ژوند کوي کډوال دي، پاکستاني ملیشې په شمول د ایران پولیسو هلته ستونزې ورته جوړوي او ځورونه کیږي. څه کول پکار دي؟ بار بار اسلامي امارت وایي چې موږ د خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړو په شمول د سیمې هیوادونو او نړیوالو. څه غواړي ګاونډیان؟ څه غواړي؟ ولې دلته د کډوالو باندې د سیاسي فشار په توګه استفاده کوي او په یو په بل نامه ځورول کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما جناب لطفی صاحب، خدمت هموطنان عزیز ما و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستن و شما را صحتمند باشن، همراه اعضای فامیلای محترمشان در کمال آرامش روحی و روانی. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. خب متاسفانه افغانستان در طول دهها با کشورهای همسایه هست و هم مرز هست که به اصطلاح نامشان مسلمان هستند و تبعیت از دین میکنن، اسلام میکنن، اما افعال و رفتار و کردارشان تمامش هیچ وجهه دینی و اسلامی نداره. اگر بحث مهاجرت را مطرح بحث قرار بدین، همیشه مهاجرین در چوکات اسلام جایگاه خاص خود را داشتن. در طول 43 سال گذشته که جنگ های تحمیلی به افغانستان محتمل شد، روسیه به افغانستان لشکرکشی کرد، به میلیون ها هموطن ما و شما مهاجر شدن. یک جمع کثیرشان به پاکستان رفتن و جمع کثیر دیگه هم به ایران رفتن و حتی کشورهای اروپایی امریکایی هم رسیدن. او کشورهایی که نامشان کفار هست و آیین و مذهب ما و شما را دین را قبول ندارند، اما برخوردشان برخورد انسانی هست. اما این دو کشور به اصطلاح مسلمان همون خنجرهای 7 سر و 8 سر پیششان هست و خونبه های شهدای مردم افغانستان به بازوی توانای جوانای افغانستان او کشورهای خود ساختن و می سازن، باز هم بالای ما فشار میارن. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. چرا در 2 سال گذشته ما با تقابل سیاسی با پنجابستان و با ایرانستان قرار داریم؟ چون ایا میخواهند که حکومت افغانستان حکومت باشه که تابع اوامر از او باشه. امکان لري افغانیار صاحب؟ اگر امکان می داشت امروز او با نابرابری ها در کشور خود مواجه نمی بودن و دست به دامن چین نمی شدن که برای چین بگه شما به امارت اسلامی بگین که بالای TTP تحریک طالبان فشار بیاره که ما بیایم با او صلح بکنیم. اما امارت اسلامی در افغانستان 2 سال میشه حاکمیت میکنه، او با TTP 10 ها میشن جنگ میکنن. در گذشته ها همیشه حکومت های افغانستان را یا با چالش کشیدن. دور قبل حکومت امارت اسلامی که طالبان وقت بود، تحت نام مبارزه با تروریسم امریکایی ها آمدن از میدان های هوایی پنجابستان داخل افغانستان شدن و در طول 20 سال هاموی ها مترای زیر پوش و تجهیزات نظامیشان از بنادر پاکستان داخل افغانستان شدن. هیچگاه او علیه از او اقدام نکردند. و بعد از گذشت 2 سال امروز او آمدن با امریکایی ها ششتن 3 میدان هوایی خود را، پایگاه هوایی بد بیراره، یعقوب آباد و یک پایگاه دیگه هم دارن، او را به اختیار امریکایی ها قرار دادن که او بیاین از او پایگاه ها به افغانستان او حمله بکنن. امروز همون چاکن که در چاه هست خود از یا با نابرابری ها در کشورشان مواجه شدن و حال نمیتونن که او فتوای بر مبنای جنگ در افغانستان صادر بکنن. چرا که در رأس حاکمیت افغانستان یک شیخ الحدیث هست، در رأس وزارتخانه ها، ریاست ها و سرپرست وزیرای افغانستان مفتی ها هستند. امروز او دست به دامن افغانستان شدن و دیروز هم حتی سرپرست نخست وزیریشان اعلام کرده
که افغانستان حکومت امارات اسلامی بیاید با ما همکاری بکنه که تامین امنیت بکنید. وقتی که خط فرضی دیوراند را ایجاد کرد 75 سال پیش انگلستان و روسیه یک کتله عظیم از اراضی افغانستان جدا شد، او خط را همین لحظه هم ملت افغانستان و ملت او طرف به رسمیت نمیشناسه. پس اگر شما تأمین امنیت مرزها را میگین، ما 34 ولایت داریم، ولایت 35 خود را هم آزاد مناطق آزاد پختونخوا که هست خط فرضی دیوراند را پس به افغانستان بگردانید که ما تأمین امنیت از او را بکنین. شما که ادعای این میکنین که ما اتم دارین، اردو دارین، استخبارات دارین، استخباراتتان مکر و شیطنت و فریب میکنه، همراه انگلیسی ها پدر معنویتان بر افغانستان همین لحظه هم شما دو میدان جنگ را میخواین. یعنی پاکستان ته مستقل هیواد نه وای. بله. فرزند ناخلف انگلستان هست، باز او کی استقلالیت داره. بله. پنجابی ها همیشه هر کس که پیسه بدن پشت اون پیسه میدوند. امروز هم کلید استخباراتشان پیش انگلستان هست. امروز چرا 1000 کالدار از او چقدر افغانی ما میشه؟ یک وقت بود پیسه از او با کجا بود، ما با کجا بودیم؟ ایرانستان 43 سال میشه از خمینی تا به خامنه ای، همین لحظه هم میگن مرگ به امریکا، شیطان بزرگ امریکا. همون شیطان بزرگ پدر معنویشان هست، با افغانستان روابط خوب ندارن، مهاجرین ما را میگیرن، به کوره مندازن، به او مندازن، سرشان فیر میکنن، شهید میسازن. به سالها اوجا کار کردن، زمانی که رد مرز میشه به افغانستان به همون کالای جانش میایه. هرات خانه ام هست، اسلام قلعه محیط زندگی ام هست. این مهاجرین را روزانه ما که همراه اعضای فامیل، همراه دوستا به تماس میشم، روزانه صدها نفر از این رد مرز میشن. بله ډاکټر صاحب، اوسنی حکومت ته څه کول پکار چې د مخنیوي لپاره لاس پکار سي، ځکه په ایران کې کوم وګورو د افغانانو غوږونه هلته پرې سوه، پاکستان په بیلابیلو نومونو هلته افغانان ځوروي. اوسنی حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې؟ همون شکلی که این دو کشور همسایه ما تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان را در موضوعات نظامی در افغانستان تعقیب میکنه، امیدوار به هستیم که ما هم تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی خود را از طریق برنامه‌های متقابل به او ما مطرح بحث داشته باشیم. ما در جمهوریت هم میگفتیم و حال هم میگیم ناآرامی کابل، ناآرامی اسلام آباد، ناآرامی کابل، ناآرامی تهران. اگر خودشان به ناآرامی های خود اخته شدن، ما را آرام میمانند. اگر نبود باز با امریکایی ها میشینن، طرح جور میکنن، پلان جور میکنن، مخالفین سیاسی پیدا میکنن، بر از او خانه میدن، بر از او محافظ میده، بر از او پیسه میده، بر از او اکانت میدن، باز مردم ما را جذب میکنن، به علیه منافع ملی افغانستان با او استعمال میکنن. امروز ایرانستانی ها هم با مردم خود دست به گریبان هستند. وقتی که او میان بر افغانستان حکومت همه شمول میخواین، آیا حکومت ایران از خمینی تا به خامنه ای همه شمول هست؟ اگر هست، شاهد بحث ما و شما مردم افغانستان و شاید ملت ایران هم باشه. جایگاه 26 میلیون اهل سنت در ایران کجا هست جناب خامنه ای صاحب؟ تو که میگی من رهبر مسلمین جهان هستیم، تو به اهل سنت او جره به عنوان شهروند درجه 3 و درجه 4 حساب میکنی؟ همون لیست کابینیت را بر ما اعلام بکن که در او وزیرت سنی باشه. افسر استخباراتیت امروز سفارت میکنه، در سفارت در کابل هست، همین پیام را به او برسانین شما. کجاست همون ولسوال سنی؟ کجا هست همون والی سنی؟ کجا هست همون وزیر و کجا هست همون سفیر اهل تسنن ایران؟ کجا هست بقایای حکومت شاه که میلیون ها نفر هست؟ کجا هست 10 میلیون کرد جایگاهشان؟ او هم با بیشرمی با حماقت سیاسی میگه که شما حکومت همه شمول. هدفش چی هست؟ هدف خیش و قوم و کسایی هست که به او همتبار هستند. خب در گذشته خب ما به عنوان معاونیت ریاست جمهوری هم داشتیم. از کابل پرواز میکرد به تهران شانه خامنه را ماج میکردن، از کابل پرواز میکردن مشرف اوج بغل میکردن. امروز خب موضوعات مطرح بحث نیست. پاکستانی ایرانی فکر میکرد اگر طالب در حاکمیت قرار بگیره، هیئت رهبریش وزیرایشان بدون اجازه از یک گلاس او نمیخوره. اما معاون اقتصادی ریاست الوزرا به کنر میره، میگه بیاین طرح ایجاد بکنین که آبهای افغانستان مدیریت شود. وقتی که موضوع معضله مرزی پیدا میشه، یک عسکر امارات به خاطر 1.5 سانتی متر زمین به مقابل ایرانستانی استاد میشه. او طبعا وقتی که برخورد را میبینه و پیش خود سبک سنگین میکنه.
ما یک مخاطره تاریخی را یاد میکنم و با کرات هم گفتیم باز هم میگین. یادم هست که ایرانستانی ها جنرالایشان عسکرایشان همراه حزب وحدت به اسلام قلعه آمدن. قصه دور قبل امارت اسلامی هست و ایران مردم اسلام قلعه خاطرهشان هست و خاصتا اون جوانایی را که هم سن سال ما هست. یک شب و یک روز یا داخل اسلام قلعه بودن. با موترهای دمترک را کنسرو لوبیا و نخود پایین میکردن. مرمیای پیکا و کلاشینکوف و راکت را می آوردن که یا جنگ بکنن هرات را بگیرن با سقوط داده بیان. زمانی را که اساکر حکومت طالبان وقت آمد کمتر از 40 نفر و مردم اسلام قلعه علیه از یاخیست یا همون زخمی و کشته رفتن تا به تایبات. تایبات چندین کیلومتری اسلام قلعه هست و او رفتن. طالبان با تعقیبشون. ایرانی ها وقتی که 20 چند سال پیش با پیکا و کلاشینکوف او تا به تایبات رفتن. شما احساس میکنین وقتی که میاد ترامپ اعلام میکنه که بعد از ایالات متحده آمریکا دومین کشوری که تجهیزات نظامی را بفروشه پیسه به دست میاره افغانستان هست. چرا که ارزش میلیاردها دلار اینجا تجهیزات مونده و در طول 20 سال اساکر امارت اسلامی و در طول 40 سال ملت افغانستان زن و مرد میفهمن که سلاح شده استفاده میشه. اگر ایرانستانی میگه من چند صد هزار اردو دارم، اگر پنجابستانی میگه من چند صد هزار اردو دارم، افغانستان به میلیون اردویش است. اگر ضرور شود منافع ملی ما به خطر باشه با همین قلم هم وقتی که مهاجرین در ایرانستان هست وقتی که ما میگیم 4 میلیون ایرانستان میگه مهاجر هست، 6 میلیون پنجابستان میگه هست، هر کدام که یک قلم برای به چشم هر ایرانستانی بزنه پس به خانه بره میلیون ها نفرش یک چشم میشه کور میشن. پنجابستانی میگه ما اتم دارین. هر افغان وقتی که منافع ملی باشه او یک اتم هست. اوجا باز تاجیک و ترکمن و ازبک و هزاره نیست مطرح بحث. اوجا منافع ملی افغانستان مطرح بحث است. این دو کشور منافق صفت همسایه ما کاش که همسایه ما نمی بود ایره درک کردن او. حال چی میکنن؟ حال کمپ های خود باز فعال ساختن. در او کمپ ها تیکه‌دارای قومی و گروپی و حزبی را جمع کردن. بر از او آرامش را ایجاد کردن. عسکر و افسری را که از آرامش روحی و روانی به اوج رفت 2 سال قبل او را بندی میکنن. باز همین تیکه‌دارا میرن او را ضمانت میکنن. امروز پای از او به جنگ اوکراین و روسیه کشانده میشه. اگر آرامش روحی و روانی به ملت افغانستان برگرده همون شکلی که تامین امنیت فیزیکی شده اقتصادی شوه مهاجرین ما پس برگرده به افغانستان ما چی نقطه ضعف داریم که ایرانی و پاکستانی بیای علیه ما استفاده بکنه حکومت های ما رو به چالش بکشه. بله ښاغلی افغانیان راځو دې ته امریکا یا نړیوال پر دې دواړو هیوادونو ایران او پاکستان څومره بې باوره سوي دي کله ناکله پاکستان او ایران دا ډول تورونه پورې کوي چې د افغانستان خاورې څخه موږ ته خطر دی. اسلامي امارت په بار بار ویلي چې د دې خاورې څخه خطر نه دی متوجه، نه غواړو چې خطر متوجه سي او نه دی زموږ په کورنۍ چارو کې مداخله څوک کوي. 2 یا 3 ورځې وړاندې د امریکا افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي ویسټ ویل چې د اوسني اسلامي امارت حکومت چې په افغانستان باندې حاکم دی د دې مبارزه د ترهګرو پر وړاندې د داعش پر وړاندې د ستایلو وړ ده. ولې پاکستان څه غواړي او څه هدف لري چې په افغانستان خاوره کې مداخله کوي او د افغانستان باندې په یو په بل نامه تورونه لګوي؟ څومره بې باوره سوي دي نړۍ ته اصلا دي؟ امریکایی ها هیچگاه از ایرانستان و پنجابستان بی‌باور نیستن چرا که شاگردای خودش هست. اگر ما چه دول شاگردان؟ اگر شاگردای کس که تربیت کرده در مکتب بر درس سیاسی داده. زمانی که ما بیایم مطرح بکنیم که خمینی به فرانسه بود تغییر نظام سیاسی در ایرانستان آمد عسکرای CIA امریکا در تهران تحول سیاسی ایران را کنترل کردند. تیاره نظامی که اوجا آمد شاه در قدرت بود او رو با یک راکت هم زده میتونست. چرا نزدن؟ چون امریکایی ها نموند که بزنن. و امروز هم یا به ظاهر میگن مرگ به امریکا، شیطان بزرگ امریکا. از شیطان بزرگ امریکا خود از یا شیطان تر هستن. هدف ایران و پاکستان آیات منافق 3 خصلت داره و یکی از اون منافق خصلت هایش اینمی از دروی است. اگر دروی نیست تو مخالف امریکا هستی خمینی تم میگفت خامنه‌ای تم میگه 2 سال میشه ما با فقر اقتصادی مواجه هستین، سیاسی مواجه هستین، چرا با ما روابط دیپلماتیک و سیاسی را برقرار نمیکنید؟ تو را چی به حکومتداری ما کدام روز تو آمدن گفتیم در حکومتداری خود تو کدام مردم را شامل بساز و کدامش نساز؟
پنجابستانی هم حکومتشان تحت مدیریت امریکایی هاست. زمانی که عمران خان سفر کرد به روسیه رفت همراه پوتین دید این خلاف همون موضوعگیری های سیاسی و به مزاج امریکایی ها برخورد، آمدن در پاکستان تغییر قدرت سیاسی را اعمال کردن. آخرش این آمد باز حکومتشان حال یک حکومت موقت و سرپرست شد و پیسهشان به کجا رسید و قرضداریشان به کجا رسید. چرا؟ چون باز ایا خواستن خود از دامن امریکا خطا بودن، خود پرتن به دامن چین و میگه مرغ زیرک دو دفعه به دام میفته. ایا به دو دفعه هم ایران به دام افتیده هم پاکستان. امروز که افغانستان میخواد یک کمک استقلالیت خود را مدیریت بکنه، بر از یا نارامی ایجاد شده که چرا ملت افغانستان فقط با همون نان خشک یومی خود آرام هستن و مظاهره نیست و چرا جنگ نیست، چرا دو میدان نیست. پاکستان به این خفه هست وقتی که ترامپ میگه بعد از امریکا افغانستان میتونه بیشترین سلاح دنیا را بفروشه و پیسه کسب بکنه. چرا مثل حکومت های گذشته یا اره نشد یا توت پارچه نشد، به قیمت آهن کنه به ما فروخته نشد که واره ما در اردوی خود استفاده میکردم. آموخته خور یک اصطلاح دارن میگن سوای از میراثخور هست. او فکر میکرد که میراثخور است اما میراث از او در جغرافیای به نام افغانستان مدیریت خواهد شد. ډیر مننه ښاغلی افغانیان. بیرته راګرځو درنو لیدونکو لنډه دمه بیرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی افغانیان راځو دې ته څه کول پکار دي اوس د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره تر څو کډوال ونه ځورول سي، کډوالۍ مخنیوی وسي، افغانان په خپل هیواد کې په خپله کومه مزدوري چې ده یا کوم کار چې دی د نوي نسل لپاره همدلته زمینه د کار وسي یا زمینه سازي وسي، څه کول پکار دي، څه ویل ورته لري اوسني حکومت د وړاندوینې په هدف از رسمیت شناسی چی هست؟ تأمین منافع جانبین هست. وقتی که شما میرین داد و گرفت میکنین پیسه را میدین در مقابل هر جنس خریداری میکنین. وقتی که ما روابط دیپلماتیک و سیاسی را با کشور دوم و سوم و پنجم برقرار میکنیم هدف چی هست؟ آرامش روحی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی برای ملت خود ارمغان بیارین. امروز اگر قرار به این باشه ما یک طرفه روابط داشته باشین، هر چیزی که ایران بگه، هر چیزی که پاکستان بگه، حتی تاجیکستان این بر ما جالب هست. تاجیکستان که تمام جمعیتش به اندازه کابل نمیشه و حکومتش هم میگه تاجیکستان بی غیر از او دیگه مردمش سهم نداره. او هم بر ما پیشنهاد میکنه که شما برین حکومت داری بکنین، حکومت سازی بکنین. میزبان رهبرای هست که جنگ فیسبوکی میکنن و همو در حاکمیت بودند. در حاکمیت فقط از امو به اصطلاح عسکری از امو اوپاشی و خطکشی کار نداشتن. حال جنگ افروزی روحی و روانی مطرح بحث است. از همین میز به کرات گفتین و حال باز هم ما میگیم سرم ز مشت حوادث فرو نمی آید، سر مبارزه سر نیست صخره سنگ هست. ما میگیم قطره قطره خونیم فدای وطنیم، هموطنیم و منافع ملیم. به هیئت رهبری امارات اسلامی میگفتیم که دوحه دور است، کشورهای همسایه دورتر از بعد تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی بین به افغانستان ما شما صحبت بکنین. پیرامون افغانستان و موضوعاتش. امروز هم با کمال افتخار در کابل هستم و هر روز و هر لحظه هم پیام خود برشان دارم و او کسایی که از آدرس صلح میلیاردها افغانی را دوزی کردن، شیرخانگان سیاسی را به صلح بر ما روان میکرد، در اوج هم میگفت که خانه ما چطور میشه، موترهای زرهی ما چطور میشه، اولاد ما چطور میشه، کی وزیر باشه، کی معین باشه. هر کدام صدها چکره داشتن که چکره هایشان داخل شهر کابل و اطراف مردم را به سطوح آورده بودند. همو حال با این مردم یا هم نوا شدن. برای ما طرح برنامه حکومت داری را میخوای داشته باشه. ما میگیم اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری ما را به آرامش میرسانه. حکومت فعلی افغانستان زمانی که حاکمیت بر مبنای تطبیق شریعت میکنه، ان تعدوا الامانات لاهلها را قرآن میگه. زمانی که بر مبنای تطبیق شریعت حکومت داری میکنین، حکومت داری امانت هست، امانت از ملت افغانستان هست. همون ملت افغانستان که از اسلام غلط تا به ترخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز نان خوردن خود با عساکرتان تقسیم کرد. امروز اگر چالش های اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، حق کار مطرح بحث است، بیاین به اساس همون چوکات تطبیق شریعت او را ما افغان ها رفع بسازین. وقتی که ما تاریخ 5000 ساله دارین و با غرور میگن مطابق به عنعنات کلتور خود ما عمل میکنین، آیا افغان غلام میشه؟
آیا دست افغان پیش یک نفر به خاطر یک نان دراز میشه؟ ما انگلیسی ها را شکست دادن، روس ها را، امریکایی ها را، اما چطور حکومت سازی بکنین؟ چرا در طول دهها امپراتوری ها را ما از بین بردین اما ما نتونستیم طرح حکومت ملت و حکومت را مدیریت بکنین؟ به خاطر چی بود؟ به خاطر از اینکه ما را به نام قوم و سمت و گروپ و نژاد و مذهب تقسیم کردن. جمعیت ما کمتر از 40 میلیون هست اما 97 حزب سیاسی، 1,35,000 نهادهای اجتماعی فرهنگی. جنگ بر ما رهبرسازی کرد. رهبرای ما رهبرای جنگ هستند، رهبرایی که از میل تفنگ آمدن و هانوی آمدن و از میل دیگه آمدن به قدرت رسیدن و امروز که او در علیکه قدرت نیستن باز ناآرامی ها را میان دامن میزنن. جنگ روانی مطرح بحث است. خارجی ها در بیرون از افغانستان شبکه‌های تلویزیونی را با ارزش میلیون ها دلار ایجاد میکنه. اگر در افغانستان خردترین نقطه ضعف پیدا میشه او ساعت ها سرش تبصره میشه، اما در راستای ساختارسازی در افغانستان هیچ پیام مطرح بحث نیست. بله، ډیره مننه ښاغلی افغانیار. د اوسنۍ ستونزو او مشکلاتو لپاره لوی جرګه اساسي قانون څومره اړتیا ده؟ بسیار مهم هست. خلای عدم تطبیق قانون اساسی در افغانستان ما را به چالش کشیده. امروز جامعه جهانی منتظر هست ببینه که قانون اساسی ما را مطالعه کنه که تنظیم روابط سیاسی داخلی ما، اجتماعی فرهنگی ما و تنظیم روابط بیرونی ما کجا هست. قانون اساسی قانون مادر هست و از طریق از او قوانین تطبیق میشه. قانون ترافیک ما کجا هست؟ قانون کار ما کجا هست؟ قانون عسکری ما کجا هست؟ خود قانون عدالت هست. وقتی که ما بر مبنای تطبیق شریعت عمل میکنین عدالت مهمترین اصل هست و عدالت را قانون تضمین کرده میتونه. این قوانین در چوکاتش با قوانین شرعی و اسلامی مطابقت، چرا که در ماده اول قانون اساسی هم گفته میشد همیشه که هیچ قانونی فراتر از موضوعات دینی و اسلامی در افغانستان قابل تطبیق نیست. این که قانون را زورمندا زیر پای میکردن، این که قانون را تکیه‌دارای قومی و حزبی و گروپی زیر پای میکردن، او گناه مردم نبود. امروز جهان فقط منتظر هست که ما چی میکنیم. ما این خلاها را باید از بین ببریم. همون شکلی که شیخ هیبت الله آخوند هدایت دادن بر اساس همون هیئت رهبری که پیام ها را همیشه گفتن که سر قانون اساسی افغانستان کار میشه. و یک پیشنهاد ما داریم زمانی را که مرحوم مولا محمد عمر مجاهد آمده بود قوانین را تصویب کرده بود، توشیح کرده بود، اما قوانین کجا هست؟ 5 سال در افغانستان حکومت کردین، همو قوانین را هغه باید ستاسو په فکر اوس عملی سي. ببینین امارات همو امارات هست. بله بالکل. او وقت طالبان بود، حالا امارات اسلامی شد. در رأس رهبریش مرحوم مولا محمد عمر مجاهد بود، حالا شیخ هیبت الله آخوند هست. قوانین بود که او علمای افغانستان او را آمدن تصویب کردن، از زیر نظرشون تیر سپری شده بود و او توشیح شده بود. اما قوانین چرا تطبیق نمیشه؟ اگر میشه به دست مردم قرار بگیره. ډیر مننه ډاکټر زلمی افغانیار پوپل د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر چې تر دا وخت مو ملتیا کول. ډیر مننه درنو لیدونکو کتونکو ستاسو د ملتیا څخه نړۍ مننه کوم چې تر دا وخت مو زموږ سره ملتیا کول په خبرونه کې چې مو اوریدل د قدرمن میلمه نظر او شوخت.